برادران گرامی واقعا تاجیکی ما در نزد کنسولگری جمهوری تاجیکستان در شهرک یشیلکوی استانبول ترکیه حکومتداران جمهوری تاجیکستان و سازمان‌های بین المللی برسانیم. هدف و مقصد ما از این تجمع این است که هم در نزد قانون جوابگو باشند. ما از این بیشتر چیزی نخواسته بودیم و نخواستیم. به این خاطر ما امروز اینجا جمع آمدیم. حالا که اینجا میبینید شما اینها برای اینها حکم حبس ابد مگر برای تاجیکستان چی خواستند؟ اینها بجز آبادی و سربلندی ملت چیزی نمی. چرا حکومت محاکمه اینها را در نزد رسانه ها، در نزد سازمان های بین المللی و آشکارا انجام نداد و اینها را در یک دادگاه مخفی محکوم به چی کرد؟ محکوم به حکم ابد. دیگر او را از تمام مجازات ها و محاکمه ها در روانه زندان بکنند. برادر شهرتی رحمت الله داده می شود. یک چیز را قید کردن می خواهم که چهلی که استادان ما این ابر مردان ملت تاجیک، این آزادی خواهان ملت